شرکت سیگما به عنوان یکی از تولید کنندگانی که در عرصه فنی و همینطور نوآوری پیشرو هستش، خودش رو تونسته در بازار ایران به صورت کامل یونیک کنه. کتابی که رونمایی شد و دوستان داشتن گزارش میدادن، میدیدم که چقدر تو این زمینه واقعا کار علمی نیاز هست و دوستان کار انجام دادن تا بتونن به یک کار استانداردی برسن برای حفاظت از دستهای افرادی که تو حوزه کار میکنن. محصولات شرکت سیگما فکر میکنم که یکی از شرکت‌هایی است که اساس کارش رو بر اساس بحث دانش و آزمایشات گذاشتن. اولین کتابیه که به عنوان مرجع تو زمینه ایمنی و ایمنی در زمینه دست رونمایی شده. بسیار ارزشمنده این قضیه که بتونن شرکت‌های صنعتی با دانشگاه لینک بشن و بتونن از تجربیات خودشون یه تعاملی رو ایجاد کنن بین صنعت و دانشگاه. این ظرفیت و پتانسیل رو به نظر من کاملا این مجموعه داره که حتی به بالاترین رتبه و لول در زمینه دستکش‌های ایمنی برسه در ایران و آینده روشنی رو برای اونها متصور است. اولین باره که همچین مسئله بین صنعت و دانشگاه داره اتفاق میفته و خیلی باید به فال میگیره. خیلی خوشحال شدیم ما خودمون به عنوان یکی از کسانی که چند سال در این شرکت کار می‌کنیم چنین چیزی ندیده بودیم.